از دیدن شما دانشیان ممتاز داخلی و خارجی ایرانی مثل همیشه خوشبختم و موفقیت کامل شما را در تحصیل و بعد در زندگی خواهم. میدانم ایرانی که شاید 3000 سال تاریخ مدون در پشت سر خود دارد و در این 3000 سال رمز بقای او و از بین نرفتن او چی بوده؟ یک وطن پرستی مسلم باطنی که در فرد فرد ایرانی هست. این حس وطن پرستی ایرانی توأم با تکنولوژی، توأم با علم، توأم با اطلاع، توأم با اراده پیشرفت باعث این خواهد شد که این مملکت را شما، امثال شما برسانن به اون مراحلی که حتما آرزوی همه ما ایرانی ها هست. خصوصیت ما ایرانی ها آن است که وقتی به هم میرسیم اولین چیزی که به یاد آن میافتیم یاد وطن خودمون است. این خصوصیتی است که باید با آن افتخار بکنیم.